خورشت کدو تنبل یا همون کدو حلوایی. حتی ما سعی کردیم تحصیل کرده هاشو سوا کنیم. برای خورشتمون که یه خورشت پاییزیه یه کدو احتیاج داریم. حتی این مدل هم هست بهش میگن کدو قلیونی، حتی بیشتر تزیینیه. این مدل کدو هست که بر اساس تجربه ما از این مدل استفاده میکنیم. تجربه ثابت کرده هر کدوم که این قسمتش بلندتره از نظر گوشتی پرگوشتر و پربارتره. یه سری کدو هم هستن که بیشتر برای هالووینا استفاده میکنن، دقت کرده باشین تو چراغ زرد اینا میذارن، اون به خوشمزگی این در نمیاد. برای ما از این کدو استفاده میکنیم. آلو بخارا، گوشت گوسفندی، دارچین، میخک و هل که قبل از اینکه بخوایم اینا رو همه رو داخل تیبک بریزیم دونای هل رو حتما حواستون باشه خورد کنید که عطر و بوش کامل بزنه بیرون. پیاز، یه قاشق زعفرون، فلفل سیاه، زردچوبه و اینم یه توضیح خدمتتون بدم بابت زرشت، چون حالت پاییز تور میشه و خورشت همش زرد میشه. این سلیقه‌ایه، ما یه ذره از دونای زرشت هم توش میریزیم که زرد و قرمز بشه، پاییزمون کامل بشه. بریم که درست کنیم. مثل همیشه اولین کاری که میکنیم خورد کردن و رنده کردن پیازه. پیاز خورد شد کامل. الان روغن زیتون رو بهش اضافه میکنیم و گوشت. یه ذره تو این حالت تفت میدیم. الان داریم اینا رو تفت میدیم. دلیل اینکه گوشت قرمز و پیاز رو با هم ریختیم قبلا خدمتتون گفتم، چون ما نگینیش نکردیم رندش کردیم اینا رو با هم میریزیم. اگر نگینی بود قبلا پیاز رو قبل از اینکه با اینا قاطی کنیم جداگونه سرخش میکنیم. از قسمت شکم کدو برای دسر استفاده میکنیم. حالا بعدا آموزشش هم میذارم. از این گردنش هم برای خورشت استفاده میکنیم. اون تیکایی که جدا کردیم و به این صورت پوست میگیریم و به این شکل هم که الان میبینید خوردش میکنیم. شبیه سیب زمینی میشه. تیکایی که برای خورش میخواستیم رو جدا کردیم. الان اضافهش رو یه دونه کاور میکشیم میذاریم داخل یخچال. راحت تا 1 ماه بدون کوچکترین مشکلی توی یخچال میمونه، اصلا نگران نباشید. پیازه که رنده میکنیم خیلی آب داره، واسه همین زیرش رو کم میذاریم. اینجا شروع پختن میکنه، هم بخشی از آبش باعث میشه که بوی زخم گوشت گرفته بشه، هم به پخته شدن بیشتر گوشت کمک میکنه. الان دیگه به روغن افتاده خورشتمون. شروع میکنیم ادویه رو بهش اضافه کردن. زردچوبه، فلفل سیاه، الان میخوایم بهش ربع گوجه اضافه کنیم. یه قاشق خیلی کم، اونم برای قشنگ‌تر شدن بهش اضافه میکنیم. یه توضیح هم در مورد ادویه میخواستم خدمتتون بدم. یکی از دلایلی که ادویه رو ما تفت میدیم اینه که قشنگ رنگ و لعابش باشه داخل خورش. یه دلیل دیگه هم احیانا اگه ویروسی چیزی درش هست بر اثر گرما از بین بره. الان توی این مرحله تفت دادیم، بهش آب جوش اضافه میکنیم. دقیقاً حتما آب جوش باشه و به اندازه باشه که تا روی گوشت رو بگیره. خب آب جوش رو ریختیم. الان بهش دارچین و میخک و هل رو اضافه میکنیم. درش رو میبندیم، زیرش هم کم میکنیم. حدود 1 ساعت میذاریم این بپزه. اینجا توی این مرحله یه تفت نرم به این کدوها باید بدیم و با توجه به اینکه کدو بافتش خیلی نرمه و زود ممکنه از هم وابره، دقت کنید حتما باید غرق بشه داخل روغن، برعکس اون خورشت بهی که توضیحش رو داده بودیم. الان اگه دقت کنید دیگه تقریبا جوری نرم شده که اگر به خورش اضافه کنیم کدوها رو وا نمیره.
دیگه الان در میاریم از توی روغن و به خورش اضافه میکنیم. گوشت ما الان کامل پخته به روغن افتاده. این کیسه تیبگ رو در میاریم که بتونیم بهش زعفرون اضافه کنیم. اگه در نیارید زعفرون رو تمام به خودش میگیره، حواستون باشه. الان این در اومد و زعفرون رو بهش اضافه میکنیم. خب الان توی این مرحله بهش قبل از زعفرون آلو بخاره اضافه میکنیم. نوبت زعفرونه، یه قاشق زعفرون اضافه کردیم. درش رو میبندیم تا آلوها کامل بپزه. خورشتمون آماده شد. الان شروع میکنیم خورشت رو توی ظرف ریختن تا بقیه رو باهاش ترکیب کنیم. نگاه کنید گوشت پخته، آلو پخته، کامل جا افتاده. الان نوبت اضافه کردن کدو تنبل های زرنگمونه. یه نکته میخواستم اینجا خدمتتون بگم. ما اینو جدا سرخ کردیم و الان داریم اضافه میکنیم. چون جدا سرخش کردیم دیگه نریختیم داخل خورشت بپزه. اگر شما میخواین رژیمی تر از ما در بیارین، حالا اونایی که مشکل کلسترول اینا دارن نمیخوان چرب باشه، میتونن مستقیم اینو بندازن توی خورش و توی خورشتشون بپزنش. هم سلیقه‌ای هم از نظر سلامتی ممکنه خود متفاوت باشه. الان برای زیبایی این زرشکا رو بهش اضافه میکنیم و یام یام خورشت ما آماده است.